تو این قسمت قراره یاد بگیرید چطور ویدیوهاتون رو مثل ویدیوهای تیک تاکی وایرال کنید. مواد لازم: برش ویدیو با ضرب آهنگ، ترک کردن ویدیو و کادبندی، اصلاح رنگ و نور، ساختن ترانزیشن، تکست استایل. برش ویدیو با ضرب آهنگ. اول از همه یک کامپوزیشن درست میکنم و از قسمت پریستون رو روی سوشال میدیا اسکوئر میذارم، یعنی 80 بر 80. فریمش رو 60 میکنم و دیوریشنشم به 25. از سربرگ فایل و بعد ایمپورت و دوباره فایل یه ویدیو و موزیکم رو وارد پروژم میکنم. اونا رو اینجوری میگیرم و میندازم توی تایملاینم. اگه ویدیوهای قبل خوب دیده باشید میدونید اینجوری هم میتونید ویدیوتون رو فیت کامپوزیشنتون کنید. بریم سراغ سکانس اول ویدیومون که معمولا تو این سبک از ویدیوها باید قسمتی باشه که کاراکتر اصلیمون داره یه صحبت سنگین میکنه. من روی لایه ویدیوم یه دابل کلیک میکنم و از این قسمت تایم ایندیکیترمو میارم اول جایی میذارم که میخوام ویدیوم از اونجا شروع شه. مثلا برای من اینجا هستش. حالا از این قسمت این براکت سمت چپو میزنم و ویدیومو پلی میکنم. بذارید من صدا رو ببندم. دقیقا اینجا براکت سمت راستمم از این قسمت میزنم. این میشه میزان و سایز ویدیویی که من لازم دارم. توی تایملاینم هم از یه ویدیو تقریبا 5 دقیقه‌ای اون قسمتایی که با براکت مشخص کردم فقط داره نمایش داده میشه. تا اینجای کار ما تقریبا 8 ثانیه اول ویدیومون رو ساختیم، ولی از اینجا به بعد ما نیاز داریم که ویدیوهای بعدیمون با یه ترانزیشن مناسب و با ضرب آهنگ وارد تصویر بشن و از تصویر خارج بشن. اینجا به بعدشو یادتون باشه اشتباه نکنید. تایم ایندیکیترتون رو در انتهای ویدیویی که برش دادید بذارید و برید سراغ لایه موزیکتون. یه راست کلیک روش انجام بدید و از قسمت کی فریم اسیستنت کانورت اودیو تو کی فریمز رو انتخاب بکنید. یه لایه جدید قرمز رنگ به اسم اودیو امپلیتود به تایملاینتون اضافه شده. ای بابا گرگلی، اودیو امپلیتود دیگه چیه؟ اودیو امپلیتود در واقع یه جورایی یه لایه‌ای هستش که میاد فراز و نشی و یا دامنه صوتی لایه موزیکتون رو بهتون نمایش میده. بذارید تو مثال بهتون بگم که کاربردش در اصل چیه. اول از همه لفت چنل و رایت چنلش رو با دیلیت حذف میکنیم. بعد روی لایه‌مون یه کلیک میکنیم و یو کیبورد رو میزنیم. حالا both چنل رو انتخاب میکنیم و با زدن آیکون گراف ادیتور این صفحه برامون باز میشه. دانشجویان عزیز، همونطور که قبلا گفتم اینجا تا اودیو امپلیتود داره سرضرب موزیکمون رو به ما نمایش میده. من تایملاینم رو بزرگ میکنم و شما این نقاط رو به بالا را که میبینید، بذارید من اینو بکشم سمت راست. این نقاط رو به بالا اکثرا سرضرب ما هستن و با زدن دکمه مارکر ما سرضربمون رو علامت گذاری میکنیم. من موزیک رو دوباره پلی میکنم. ببینید اینجا ما دوباره یک سرضرب داریم. من با مارکر اونو علامت میذارم. بوم. اینجا هم یه سرضرب دیگه داریم که من اونو بذارید یه بار دیگه پلی کنم. بوم. اینجا من تایم ایندیکیتر رو میارم روش و دوباره با مارکر علامت میذارم و کلا این کار رو برای کل موزیک هم انجام میدم. خب مارکرها که گذاشته شده و به لایه اودیو امپلیتود دیگه کاری نداریم و با زدن دکمه دیلیت جمع و خوشحال میکنیم. خب ببینید چقدر راحت بود. الان ما موندیم و یه مشت مارکر که بینشون فاصله است و ما باید با پر کردن این فواصل کلیپمون رو درست بکنیم. گرگلی یکم بیشتر توضیح میدی که باید چیکار کنیم؟ بله قربان. ما هر ویدیویی از این کرکترمون داریم و باید وارد پراجکتمون بکنیم و با روشایی که بهتون یاد خواهم داد اونا رو برش بزنیم و ما بین مارکرهامون قرار بدیم. با ذکر مثال الان عرض خواهم کرد.
از فایل و ایمپورت و دوباره فایل اون ویدیوهامون رو وارد پراجکتمون میکنیم. خب مثلا من روی این ویدیوم یه دابل کلیک میکنم، دوباره تایم ایندیکیترم رو میبرم جایی میذارم که میخوام ویدیوم شروع بشه. از این قسمت ابتدای ویدیومو با براکت سمت چپ کات میزنم و دوباره ویدیومو پلی میکنم و تا اون جایی که میخوام براکت سمت راست میزنم تا ویدیوم دوباره کات شه. خب این چیزیه که از ویدیوم باقی مونده. حالا اونو میگیرم و اینجوری میندازم توی تایملاینم. چیزی که شما میبینید قسمت برش خورده ویدیوم هستش. اونو میارم و میذارم این قسمت، یعنی ما بین مارکر 1 و 2 هم. خب من اگه شیفت رو نگه دارم تایم ایندیکیتر میاد اونجا، اینم شیفت رو نگه دارم و از این قسمتم آخرش رو کوتاه میکنم به همین راحتی. خب همونطور که تو تصویر میبینید فاصله بین مارکر 1 و 2 مون به همین راحتی و با این روش کات زدن پر شد. خب روش بعدی که ما میتونیم بین مارکرامون رو پر بکنیم اینه که من این ویدیومو انتخاب میکنم و با زدن دکمه کنترل دی یه داپلیکیت ازش میگیرم. خب من ویدیومو میارم بین مارکر 2 و 3 میذارم. یادتون باشه یکم حساسیت تو این کار به خرج بدید تا کارتون ترتمیز انجام بشه. خب من الان ویدیوی دوم اگه پلی بکنم همون ویدیوی قبلیه. برای اینکه بخوام سکانسای ویدیوم عوض بشه روی لایه‌ام دابل کلیک میکنم تا کل ویدیوم برای باز شه. اینجوری هم کل ویدیومو دوباره میارم ظاهر میکنم و تایم ایندیکیتر رو میذارم اول کار. اولشو با براکت سمت چپ برش میدم تا ابتدای ویدیوم مشخص شه. برای اینکه انتهای ویدیو رو مشخص بکنم میام روی مارکر سومم یه راست کلیک میکنم و گزینه Go to Marker Time رو انتخاب میکنم. اینجوری خط زمانم میره روی مارکر سومم قرار میگیره. این روش میتونه سرعت کارتون رو به عنوان یه ادیتور خیلی بالا ببره. خب من Go to Marker Time رو میزنم و تایم ایندیکیترم میاد روی مارکر سومم. حالا باید این قسمت رو کات بزنم. پس با نگه داشتن کنترل شیفت و زدن دکمه دی این کار رو انجام میدم. چیزی هم که میره توی لایه بالایی قرار میگیره ادامه ویدیومه که اگه شما سکانسی هم خواستید از توش انتخاب بکنید دوباره با همین روش زدن براکت و Go to Marker میتونید لایه بعدیتونم از همین روش جلو برید. اگه هم که نخواستید میتونید دیلیت بزنید و حذفش کنید. من سرعت ویدیو رو بالا میبرم تا وقتتون گرفته نشه. خب من فکر میکنم همین تعداد ویدیویی که برش زدم برای این مثال کافی باشه. از اونجایی که تایم ویدیو هم به 22 و 24 شده میرم بس کامپوزیشن و کامپوزیشن ستینگ دوریشن هم به 22 و 24 تغییر میدم. قسمت دوم ترک کردن ویدیو و کادربندی آن. توی این نقطه ما باید کرکترمون رو وسط سیکونس یا تصویرمون قرار بدیم. ما یک بار این کار رو قبل ترکر کردن و یک بارم بعد ترک کردن انجام میدیم. کلا بهتون بگم اگه یهویی اومدید این ویدیو رو دارید نگاه میکنید و با افتر افکت آشنایی ندارید بهتون پیشنهاد میکنم 2 تا ویدیوی قبل این ویدیو که در رابطه با آموزش‌های ابتدایی افتر افکت هست رو نگاه بکنید و بعد بیاید ادامه کار رو انجام بدید. دوستان عزیز برای اینکه وقتتون گرفته نشه من سرعت ویدیو رو زیاد میکنم. اگه پنل ترکر رو ندارید از سربرگ ویندوز تیک گزینه ترکر رو بزنید. این پنل بهتون اضافه میشه. ویدیوتون رو انتخاب بکنید و گزینه Stabilize Motion رو انتخاب کنید. یه همچین چیزی وسط تصویرتون میاد. من اونو برمیدارم و با دراگ کردن میذارم روی نوک بینی کرکترم. چرا حالا روی بینی گورگلی؟ به خاطر اینکه دهن یا چشم باز و بسته میشه و ترکر به اشتباه میافته ولی بینی تکون نمیخوره. از اینجا همین قسمت پلی رو میزنم تا ترکرم شروع بکنه به ترک کردن اون پیکسل ها و بعدش هم اپلای میکنم و برای این مثال من روی X and Y میذارم. خب به همین راحتی ویدیومون ترک شد. یادتونه توی پریمیر چقدر داستان داشتیم که این کار رو انجام بدیم ولی توی افتر افکت به همین راحتیه. خب ما این کار رو برای ویدیوهای بعدیمونم انجام میدیم. گزینه Stabilize Motion رو میزنیم
و وقتی این علامت ظاهر شد یادتون باشه از اینجا میتونید علامت رو کوچیک و بزرگم بکنید. معمولا روی نقطه ثابت که تغییر نمیکنه اون علامت رو میذاریم و بعدش هم پلی میکنیم و منتظر وای میستیم که افتر افکت این کار رو ترک بکنه. برای مثال من بازم اینجا X و Y رو انتخاب میکنم. معمولا از واحد X بیشتر استفاده میشه. من ترک رو روی همه ویدیوام انجام میدم. بریم یه پریویو از کارمون داشته باشیم. اصلاح رنگ و نور. همونطور که در جریانید یکی از مهمترین افکتایی که ویدیوهاتون رو توی این روش تیک تاکی خفن میکنه اصلاح رنگ و نوره که با انواع و اقسام افکت‌ها این کار رو انجام میدن. اما من توی این قسمت میخوام کارتون رو راحت بکنم. 2 تا پریست براتون اوکی کردم. شما میتونید این پریست هایی که اینجا براتون توی دیسکریپشن گذاشتم و بردارید و اینجوری بندازید روی لایه هاتون و این افکت خفن و جذاب نوری رو درست بکنید و ازش لذت ببرید. خب دیگه امروز عیده، اینم عیدیتون. برای تغییر رنگم میتونید از افکت کنترلز بدین قسمت و اینجا مثلا نور رو یه مقدار کم بکنید و اصلاحات رو از اینجا انجام بدید. این 2 تا پریست رو فعلا مثل نقل و نبات بریزید روی لایه هاتون، چون برای اینکه من بعداً باید یه ویدیوی جداگانه و مجزا و کامل در رابطه با اصلاح رنگ و نور براتون بسازم. کلا فکر میکنم برای امروز کافی باشه، چون میشد این مباحث رو کنار همدیگه قرار داد. ولی تو ویدیوهای بعدی من میام ساختن ترانزیشن که یه مبحث فوق‌العاده خفن و باحاله و بعدش هم تکست استایل که از اونم جذاب تره رو بهتون یاد میدم. اینم از اچیومنت آنلاکتون. بهتون تبریک میگم، شما ساختن ویدیوهای وایرال تیک تاکی رو البته تا حدودی یاد گرفتید. اگه این سبک از ویدیوهایی که من براتون میذارم و دوست دارید و به کارتون میاد، برای من کامنت بذارید و لایک بکنید، چون من فقط اینجوری میفهمم که آیا از این سبک ویدیوها خوشتون میاد یا نه. خیلی خب تا ویدیو بعدی، فعلا خداحافظ.